در این مرحله داب اسمش میکنید و تک تک و بعد میفهمیم که توسط رأیی که تماشاچی‌های محترم در استودیو هستن رأی میدن و میفهمیم کی کدوم گروه امتیاز این مرحله رو میگیره. آماده این؟ بله. بله. خب ابتدا کدوم گروه؟ ابتدا گروه شما و کی؟ من. شما. خانم الی. ابتدا پخش بکنید. صداتو نبر بالا میام براتا. چی صداتو برای من فکر حالا دماغم عمل کردم نمیتونم یه آپرکات بیام برات. آماده؟ آپرکات اسم یه نه یه دقیقه وایسی من تمرکز کنم. آها. اولی صداتو نبر بالا میام براتا. آماده؟ 1 2 3. صداتو نبر بالا میام براتا. چی صداتو برای من فکر حالا دماغم عمل کردم نمیتونم یه آپرکات بیام برات. واژه‌ای صداتو چقدر الان رای گیری نکنیم، همه رو ببینیم بعد. خب از این گروه کی اجرا میکنه؟ شما خانم بهبهانی. براشون پخش کنین. همین الان رفتم دکی سر کوچه گفتم کوکا پوستر تمام قد منه داری؟ گفت نه. گفتم به این زودی تمام شد. آماده؟ 1 2 3. همین الان رفتم دکی سر کوچه گفتم کوکا پوستر تمام قد منه داری؟ گفت نه. گفتم به این زودی تمام شد. پخش کنین براشون. من همون مأمور قلچماق لاغر کله دار شما هستم رئیس جان. داری دیگه یادم میاد. آره اولش اصلا نشنیدم. من همون مأمور لاغر یه چی؟ سوال، میتونی یه کار تک نفره داشته باشین، میتونی یه کار گروهی داشته باشین، ولی برای شما به حساب میاد. تک نفره یا گروهی؟ 2 نفر هست. الان 2 نفر است. خب 2 نفرش کنیم. اگه بشه 2 نفره بهتره. خیلی خوب. ولی شما رو نگاه میکنید. نه فقط ولی من یه بار دیگه براشون بزنید. کلا 2-3 بار دیگه بزن. من همون مأمور قلچماق لاغر کله دار شما هستم رئیس جان. داری دیگه یادم میاد. آره بریم. آماده؟ من همون مأمور قلچماق لاغر کله دار شما هستم رئیس جان. داری دیگه یادم میاد. آره حالا مال خانوم. از بس که برای رد شدن از اینجا معطل شدم یادم رفته که کجا میخواستم برم. ولی اونو یادم نه. دوست قدیمی خودم رو که خوشم. آماده؟ 1 2 3. از بس که برای رد شدن از اینجا معطل شدم یادم رفته که کجا میخواستم برم. ولی اونو یادم نه. دوست قدیمی خودم رو که خوشم. خب به این گروه رای بدید. به این گروه. حالا به این گروه رای بدید. بچه‌ها تقریبا شبیه همین. خانوما دقت بکنید، یه دونه رو یک بار میشنوین، مثلا این ور یا اون ور هر کی باشه. بلند باشه آقای جوانی ذره سختیه. خب دیگه تلاشتون رو باید بکنید دیگه. گوش کنین. 1 2 3. صبری، من دارم میرم به ریشه اصلی بزنیم. اما چیزی که هست اینه که رفتنم برگشتی توش نیست. 1 2 3. صبری، من دارم میرم به ریشه اصلی بزنیم. اما چیزی که هست اینه که رفتنم برگشتی توش نیست. شما بعد از بسکتبال و صحنه غذایی دیدین حوصله ندارین، برین یه ذره بازیگری کنین. خب کی اجرا میکنه از این ور؟ شما. آماده؟ 1 2 برو. صبری، من دارم میرم به ریشه اصلی بزنیم. اما چیزی که هست اینه که رفتنم برگشتی توش نیست. رای بدید به تیم خانم پاونژاد و الی. عجبا دیگه بازی نمی‌کنه. مجسم کن. رای بدید به تیم خانم نوبخت و خانم بهبهانی.
این مرحله رو خانم نوبخت خانم بهبانی امتیازشون به دست بیارن. 1 2 3